سلام بچه ها، همینجوری که امروز دیدین همستر اعلام کرده که سیزن اول بازی 20 سپتامبر تموم میشه و احتمالا از کل بازی اسنپ شات میگیرن. حالا هر چی که در آوردین، هر چی که آپدیت کردین دیگه تو فصل اول به پایان میرسه. نکته اصلی و خیلی مهم اینه که حتما برین ولتاتون رو چک کنین. یعنی تو خود بازی وارد شین، تو بخش ایردراپ همجوری که دارین تو تصویر میبینین کیف پول مد نظرتون رو اگه قبلا وصل کردین که هیچی، اینجا باید تیکش خاکستری رنگ باشه. اگه وصل نکردین که اصلا اینجا تیکی نداره. تو آنچین ایردراپ یعنی کیف پول هایی که تو خود شبکن صرافی نیستن، برای مخصوصا ماهایی که ایرانیم، از این بخش باید کیف پولتون رو متصل کرده باشین. الان همینجوری که میبینین اکانت مثلا خود ما کیف پول بوده، ولی باید گزینه ست از دیفالت ویدرا آپشن رو بزنین که این کیف پول تایید نهایی بشه از نظر شما. وقتی این گزینه رو انتخاب کنین تازه کیف پولتون رو نهایی حساب میکنه و بغلش اون تیک خاکستری رنگ به یه تیک سبز رنگ تغییر میکنه. خیلی فرقی هم نمیکنه چه کیف پولی باشه، هر کیف پول شبکه تون میتونه استفاده بشه. ما تو بازی دیگه تو تمام کیف پولای تون رو امتحان کردیم. همونجوری که میبینین این تیک باید سبز رنگ بشه. حتما این کار رو تا قبل 20 سپتامبر انجام داده باشین که یه وقت اون مینتی که قراره بس سکه بکنن شما جا نمونی و ولتتون جا نمونه.